مرحله ترسیم نقشه راه و تدوین ویژگی‌های رقابتی، تحلیل و قیمت‌گذاری. این یک مرحله کاملا تاکتیکیه. اول یک جدول مقایسه ویژگی‌های اصلی محصول یا خدمت شما و جایگاه احتمالی در بازار هدف تهیه می‌کنند. بعد یک گزارش بر اساس قیمت‌گذاری رقبا و روش قیمت‌گذاری اونها یک طرف و جدول هزینه‌های شما از طرف دیگه و پیدا کردن نقطه اپتیمایز گردش مالی می‌سازند. و نهایتاً سناریوهای برد و باخت تدوین میشه. باید برای دوران کسب موفقیت و زمانی که میبازیم سناریوی جداگانه داشته باشیم تا سورپرایز نشیم. خلاصه با ارائه این تحلیل‌های عینی و مبتنی بر داده‌ها، مشاور حرفه‌ای تضمین میکنه که شما نه بر اساس احساس درونی بلکه بر اساس یک استراتژی بی‌طرفانه و تخصصی پیش خواهید رفت.